امروز 18 اپریل است و شما اخبار آزادی را تماشا دارید. من عبدالله اشرف برنامه امروز را به شما تقدیم میکنم. نخست توجه کنید به سرخطی موضوعهای روز. وقت امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین ملاقات میکرد، در میدان سرخ مسکو یک فعال مخالفین دست به اعتراض انفرادی زد. مردم از گرسنگی اذیت میکشند. حقوق شهروندان چی در داخل و چی در بیرون از تاجیکستان پایمال می شود. سیلخیزی در فیض آباد، آبی رود ایلاک میدانهای کیش را شسته به دیه نزدیک می شود. سری راست که نگیره و استایس همی قشلاق در لغت میکنه، نمی قشلاق میره و مگرن که یکون چوره دیگه دیده نمی شود. پای دیواری خانه هایمان فرو می رود. ساکنان در شهر کولاب می گویند ساختمانی مرکزی نوی سودا استواری خانه هایشان را به خطر انداخته است. سفری رسمی پرزیدنت امام علی رحمان به شهر مسکو پس از دیدار و ملاقات با ولادیمیر پوتین روزی 17 اپریل به انجام رسید. تاجیکستان و روسیه 17 سند نوی همکاری امضا کردند. سندهای امضا شده از سازشنامه و یادداشت‌ها عبارت هستند، از جمله سازشنامه بین شرکت تلکا و بانک وتب و جلب شهروندان تاجیکستان برای کار موقتی در روسیه. اما غیر انتظار درباره عوف مهاجران چیزی گفته نشد. قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار امید کرده بود که روسیه بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کند تا راه آنها به این کشور بازگردد. ادامه موضوع در گزارش همکارم مومن احمدی. سفری رسمی پرزیدنت امام علی رحمان به مسکو با امضای 17 سند میان تاجیکستان و روسیه انجام یافت. صرف نظر از انتظارات در اظهارات مطبوعاتی پرزیدنت ها درباره عفو مهاجران چیزی گفتن نشد. اما در بیانیه خدمات مطبوعات پرزیدنت آمده است امام علی رحمان پیشنهاد کرد نسبت به یک قسم شهروندان تاجیکستان که با سبب‌های گوناگون بودوباش آنها در روسیه منع گردیده است عفو اعلان کرده شود. ولادیمیر پوتین در اظهارات مطبوعاتی خود گفت کشورش برای کار و زیست شهروندان تاجیکستان شرایط فراهم آورده است. باید بگویم کاری زیاد انجام می شود تا تاجیکستانی هایی که به روسیه می آیند هم خودشان هم عائله و نزدیکانشان شرایط مناسب زندگی و تحصیل داشته باشند و خود را امن و راحت حس کنند. این مهم است چون در روسیه 1,200,000 شهروند تاجیکستان کار و اقامت می کنند و پولهای انتقالی آنها یک کمک جدی برای اقتصاد و خانواده هایشان به حساب می رود. پرزیدنت امام علی رحمان در روز نخستین سفر رسمیش در ملاقات با مقامداران روس اظهار امید کرده بود که روسیه بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کند. در حال حاضر بیش از 200,000 ساکن تاجیکستان از حق سفر به روسیه محرومند. امام علی رحمان ضمن نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت مهاجرت تاجیکان بر روسیه نیم برابر کم شده است. همین طور سال گذشته با مقصد فعالیت مهنتی تقریبا 480,000 شهروند تاجیکستان بر روسیه رفتند. این شماره 50% کمتر از دوره اوج این روند سالهای اول 10 ساله روان است که تا 1 میلیون مهاجر مهنتی ما به فدراسیون روسیه رفتند. با وجود این در این سمت هنوز مسئله های کشاده باقی میمانند که توجه ما را تقاضا دارند. سفر رسمی امام علی رحمان به مسکو روزی 16 اپریل آغاز شده تا 17 اپریل ادامه کرد. سازشنامه هایی که در دوام این سفر امضا شدند مربوط به سرمایه گذاری، مالیه و ساختمان 5 مکتب روسی در تاجیکستان بودند. بیننده ارجمند نتیجه گیری کاملی سفر پرزیدنت امام علی رحمان به مسکو را از سامانه www.azadi.org پیدا و مطالعه کنید. در حاشیه سفری پرزیدنت امام علی رحمان به شهر مسکو فعالان مخالفین اقدام غیر عادی را راه اندازی کرده در ایستگاه‌های شهر مسکو ورقه‌های تبلیغاتی را نصب نمودند. در این ورقه‌ها دلیل‌های ناخوشایند از دوران ریاست جمهوری پرزیدنت درج شده است. یک فعال مخالفین باشد در روبروی قصر کرمل دست به اعتراض انفرادی زد. طاهر سفر گزارش خبرنگار تلویزیونی نستای شوریمی را در این باره تقدیم می‌کند. زمانی که رئیس جمهور امام علی رحمان در نزد قبر عسکری به نشان در نزد کرمل گل می‌گذاشت، فعالان حرکتی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 اقدام به نام استقبال گرم را راه اندازی کردند.
یکی از فعالان این گروه در دست شیار در اینجا اعتراض کرد. اعتراض همگی 10 متر از مجتمع عسکری به نشان دایر شد، اما نه پرزیدنت رحمان و نه اطرافیانش اعتراضی جوان را ندیدند. در مقامات تاجیکستان عدالت نیست. در همه ساحه‌های دولتی کروپسیا وجود دارد. مردم از گرسنگی اذیت می‌کشند. حقوق شهروندان چی در داخل و چی در بیرون از تاجیکستان پایمال می‌شود. Ущемляются права граждан Таджикистана и внутри Таджикистана, и за пределами его. فعالان گروه 24 تجربه به اصطلاح استقبال گرم از پرزیدنت را از شهرهای دیگر گرفتند. قبلا چنین کار را در پراگ و سنت پتربورگ انجام داده بودند. تا آنکه که به جای اعتراض حاضر شوند، فعالان ورقه‌ها را در ایستگاه‌های مسکو نصب کردند. ما برنامه بزرگتری داشتیم و می‌خواستیم او را با احترام پیشواز گیریم، اما بنابر کدام سبب‌های او دیروز آمد، هواپیمایش روز پیش در مسکو فرود آمد و برنامه ما نیز عوض شد. اما راهگذران و مهمانان در این میدان فهمیدند که چرا امروز سیر و سیاحت آنها در مرکز پایتخت روسیه محدود کرده شده است. ارادی گروه 24 از رئیس جمهور رحمان تنها نیست. پس از نیم ساعت اعتراض رحمت جان بهرام همراه فامی حقوق مرکزی مموریال در میدان سرخ دست به اعتراض زد. برای این کارش او را دستگیر کردند. من بازداشت شدم و در شعبه پلیس کیتایگوراد قرار دارم. در اینجا نسبت به من حجت و سند ترتیب میدهند. بنابراین مرا حالا اینجا نگاه می‌دارند. هرچند هنگام نوارگیری به فعالان گروه 24 کسی به آنها در نیفتاد، اما بعداً آنها پیام دادند که گویا در نزد درآمدگاه مترو افرادی نامعلوم با لباس‌های ملکی به آنها در افتادند. باران زیاد شب 16 اپریل سبب بالا رفتن آب رودخانه الاک در ناحیه فیض‌آباد شده به خانه و کشتزارهای ده‌ها خانواده آسیب رسانیده است. با این حال کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داده است که خطر سیلخیزی در این منطقه تا 24 اپریل باقی میماند. ادامه موضوع در گزارش همکارم امردین اولیموف از فیض‌آباد. раҷабали аҳмадов ба замини назди ҳавлигиаш менигарад ва аз он ҳарос дорад ки агар як бори дигар боришот зиёд шавад, хонааш зери об ва ӯ дар кӯча мемонад. бориши зиёди шаби гузашта оби дарёи элокро зиёд кард ва маҷрои онро ба самти ҳавлии раҷабалӣ ва ҳамсояҳои ӯ тағйир дод. бори хай пеш соло уже ҳамиҷа ҷои ёристаро вай буд, ҷои оғул доштем, мисол алабхона доштем, ҳамино буд дар миҷа. буд клет кардина сол ба сол омадан гирифтеса. ҳами об боло омадаиста, поён дур нарафтеста. ҳами тарафи қишлоқ омадаиста ҳами об. мавҷҳои пурхуруши дарёи элок ду сарбандро тахриб ва замину боғҳои сокинони деҳаи Саричашма ва ҷонварсӯзи ноҳияи Файзободро хароб кард. аз солҳои 69 оварда омода буданд, дар ҳамин ҷо ҳукумат дамба карда буд, ҳамин соҳилбандӣ карда буд, мустаҳкам буд. дар натиҷа ҳамун симтурое ки баста буданд ҳама пусид сели ба аз бин омад, ҳамин сангоро ҳама шуста бур, сангои калонсол буд. сел тақрибан замину боғоти 15 сокини деҳаи Саричашмаро тахриб кардааст. талафоти ҷонӣ ба мушоҳида нарасидааст. раҷабмурод каримов аз ҳавлияш баланд шудани оби дарёро шахсан назорат мекардааст. дин аз сар то 3:14 буд. ҳамин сел омад ҳаминҷа ба дар ҳақиқат мо дар ҳаминҷа ҳамин навбардор будем, омада мана дамбое ки дар бари болое ки мисол соли мустаҳкамкунӣ карда будем, ҳаминҳоро мисол болошам шуст халос об дар омад. баъд дамбое ки поёнам ки страхов карда будем, инашам об ҳамин хеле шуста мисол надар омада, некем ба ҳар ҳол дамбара шустак ҳаминҷа об хароб карда мира. масъулони ҷамоати ҷавонон мегӯянд онҳо вазъро пурра зери назорат гирифтаанд. дар ҳолати омода бошад сар мекунанд барои соил мустаҳкамкунӣ
از طرف مقامات دستگیری هست. این سخنان مسئولان جماعت در حالی است که مردم میگویند از سال گذشته یگان نفر از نمایندگان مقامات را در دهه‌شان ندیدند. همین شب روز سیل آمدگی یگان کس آمدگی نیست، نه حکومت نه جماعت نه یگان کس آمدگی است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان همه نهادهای خود در شهر و ولایت‌ها و نواحی کشور را به حالت آماده باش درآورده در منطقه‌های تحت خطر و سیلخیز دیدبانگاه‌های 24 ساعته براه مانده است. ساکنان میگویند باید چاره جدی‌تری دیده شود. سری راش که نگیره و احساس همین قشلاق در لغت میکنه، نمی قشلاق میره و مگرن که یکم چاره دیگه دیده نمیشود. ساکنان چند بنا از ساختمان یک مرکز تجارتی در شهر کولاب ولایت ختلان تاجیکستان در اضطرابند. پایدیوار این مرکز در شفت دیوار خانه آنها کوفته می شود و پایداری خانه ها را در خطر گذاشته است. خوف ساکنان از آن است که احتمال دارد پایدیوار خانه هایشان فرو رود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم رستمی جانی. آدم ما برای خانه خدمت ببینیم که غرامیده است، ما بگریزیم یگانسان. ساکنان این بنا واقع در کوچه شمس‌الدین شاهین شهر کولاب میگویند چند ماه باز با ترس و تشویش شب را روز میکنند. همو بیتونا و غلطیدن گرم بید ما تلخ کف شیدم. گرم بستی کرد که داوید ما ایست برو آمدم یا ایست آمدن که ببروین اپا. ببروین که اگه چند شود. باعث تشویش آنها کارهای ساختمانی است که پس این دیوارهای آهنین جریان دارند. بیم دارند از چقر کافتن بیخی خانه آنها بینا فرو می رود. تو 25 متر روی قاعده و معیارهای سانیتاری بگویی، قاعده و معیارهای شهرداری بگویی، اگر تا 25 متر همی باید که زیر هم کندن نشوند یا کندن در آینده خانه چی میشن؟ ویران میشن، عاقبت تقسیم میشن، فرو میروند، عاقبتی همه چیز ده. اگرچه بیناکاران میخواهند آنها را بر امن منزلشان مطمئن سازند، مردم وجههای برعکس آن را میگویند. خانه ما را خیلی ما اول خدشون چختم که مثلا خانه ما ضرر نبینه، او آستا گرم بیده اومد با همه ویخ خانه ما را این مثال رسید. بحث معماران و ساکنان چند ماه باز ادامه دارد و فقط این فرو رفتن بینا موضوع آن نیست. در انزوا ماندن بینا ساکنان را به تشویش آورده است. آنها از اینکه راه یاری تعجیلی و یا دیگر خدمات امدادی به خانه‌شان بسته است نگرانند. اوخی خلق جای رفتن نداره. با قول ساکنان آنجا که کارهای ساختمانی ادامه دارند، قبورها و خط تلفن و برق می‌گذرد. با گفت آنها اینجا مرز قرمز است برای کافتن زمین. اینا میکنه، مغازین میکنه، چیزی نمیکنه. اگر همون کابل اگر سیمی همون کنده شوه چیکار میکنه؟ اهالی زلال میبینه، آدمو زلال میبینه. میبینید که کوچه های اطراف را سد بستند به خاطر آنکه آب به چقری محل ساختمان نریزد. ساکنان میپرسند آب جویبار آنها کجا ریزد؟ اینا او جوبارهای آبراو، اینا جوبارهای آبراوی که باید که چی برون بروان گرفتن کانالیزاسیون را کوشش کردن. کانالیزاسیون اینا او که اومد و بارون که اومد اینجا کانالیزاسیون محکم نمیشه. اینجا شرکت آریان رستم خانه استقامتی با مغازه و مرکزهای معیشی می سازد. ساکنان میگویند مخالف این نیستند، اما نباید به خاطر راحت خود آنها را به زحمت اندازند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود گفته است که تاجیکستان از نگاه آزادی بیان به منطقه سیاه نزدیک می شود. در رده‌بندی این سازمان موقع تاجیکستان در مقایسه با سال پیش 12 زینه پایین رفته است. سال گذشته تاجیکستان از روی معیارهای رعایت آزادی بیان در مقام 149 بود، اما در رده‌بندی امسال در زینه 161 قرار دارد. این سازمان میگوید در سمت آزادی بیان تاجیکستان برخلاف کشوری همسایه‌اش ازبکستان حرکت کرده و در آسیای مرکزی پس از ترکمنستان در جای دوم قرار گرفته است. این گزارش آخری برنامه امروز بود. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نویدی بامدادی را تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوار و گزارش های جالب دارد. تا برنامه های بعدی خداحافظی هر یک شما باشید.